وزارت کارهای داخلی و کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان حادثه ناخوش با یک ماشین بنزینکش در ناحیه دوشتیج را تصدیق کردند، ولی معلومات این دو نهاد درباره حادثه از یکدیگر فرق می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفت روز 20 می ساعت 2:00 به علت نقصان تکنیکی داشتنش ماشین بنزینکش تمغه دونفنگ تحت اداره شهروند جورایف منصور سال تولدش 1987 ساکن ناحیه باباجان غفورов در ناحیه دوشتیج به مغازه فروش مساله کشاورزی برخورده آتش گرفته است. در نتیجه سوختار به عمل آمده یگان شهروند جراحت وزنی نبرداشته است. وابسته به حالت مذکور سنجش ادامه دارد. ضرر رسانیده شده معاین کرده می شود. گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخلی. ولی بوتایف سخنگوی ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد میگوید حادثه ساعت 9:30 در حدود جماعت غزنترک رخ داده. ماشین بنزینکش تمغه دولم بود و آن نه فقط آتش گرفت بلکه ترکیده است و در نتیجه راننده و یک مسافرش جراحت برداشته به بیمارستان انتقال داده شدند. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده این ماشین با یک ساکن 34 ساله ناحیه باباجان غفورov تعلق داشته از خوجند به سمت جماعت وحدت ناحیه دوشتیج حرکت میکرد. او را در این سفر باز یک ساکن 29 ساله ناحیه باباجان غفورov همراهی میکرده است. هم راننده و هم مسافر ماشین با آسیب جسمانی به بیمارستان ناحیه دوشتیج بستری کرده شدند. از وضع سلامتی آنها گزارش داده نشده است. سبب این ترکش معلوم نیست. در عین زمان مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی در جای حادثه سبب‌های حادثه را تحقیق می‌کند. خبر داده است بوتایف. قبلا به دست پایگاه خبری بامداد ویدیوی کوتاهی رسید که در آن لحظه چپه شدن و آتش گرفتن ماشین بنزینکش در ناحیه دوشتیج ثبت شده بود.